به نام خداوند بخشاینده و مهربان. درس امروزی ما بعد از ختم شدن نوشتن حروف الفبا یا مفردات، امروز مقدمه است در مورد ترکیبات حروف الفبا با دیگر حروف، که در اینجا من 4 سلسله یا مرحله را برای شما مد نظر گرفتم تا یک خط زیبا بنویسید و جملات و کلمات را درست و با گرامری درست بنویسید که رعایت این سلسله یا مراحل باعث زیبایی و قشنگی خط شما می شود. که در اینجا من برای شما مراحل را یکی یکی توضیح خواهم داد. لطفاً ویدیو را تا آخر بیننده باشید. در اینجا 4 مرحله یا سلسله را برای شما تشریح خواهم کرد که با رعایت آن 4 مرحله خط زیبا داشته می باشید. مرحله اول، در اینجا مفردات یا یک حرفی ها است که ما قبلا آن را خواندیم، یا نوشتن حروف الفبا به شکل جدا جدا، مثلا نوشتن حرف الف، نوشتن حرف ب یا با تا به نوشتن حرف یا. این مفردات حروف الفبا هستند یا نوشتن مفردات، که یک سلسله اساسی یا مرحله اساسی که بسیار مهم و بنیادی است و باید در اول خوشنویسی آن را یاد گرفت، که ما قبلا در ویدیوهای گذشته برای شما از نوشتن حرف الف تا به نوشتن حرف یا برای شما آموزش دادم، که می توان آن را در ویدیوهای قبلی تماشا کرد. مرحله دوم، در اینجا ترکیبات حروف الفبا است، یعنی 2 حرفی یا 3 حرفی ها که با هم ترکیب شدند، مثلا ترکیب حرف ب با حرف سین، ترکیب حرف کاف با حرف یا، همینطور دیگر حروف، که به شما ترکیب هر حرف الفبا را با دیگر حروف آموزش خواهم داد، که بعد از این ویدیو آموزش ترکیبات حروف را برای شما آغاز خواهم کرد. که ما مرحله اول که مفردات خط نستعلیق یا خوشنویسی بود برای شما آموزش دادم و ترکیبات حروف را با دیگر حروف برای شما در آینده آموزش خواهم داد بعد از این ویدیو. مرحله سوم که است کلمات است. کلمات که بعد از ترکیبات است یا به شکل گسترده است یا گسترش یافته از ترکیبات است، که مجموعه از مفردات است که مفردات با هم جمع شده یک کلمه را ساخته است که دارای یک معنای خاص است، که نوشتن کلمات به زیبانویسی جملات کمک میکند. مرحله چهارم جملات است که مجموعه از کلمات است که هرگاه ما و شما مفردات را درست یاد بگیریم و آن را در ترکیبات درست به کار ببریم یا استفاده کنیم و ترکیبات را یک کلمه بسازیم و کلمات را هم درست بنویسیم و کلمات را در جملات درست استفاده کنیم، ما می توانیم یک خط زیبا داشته باشیم، که با رعایت این 4 مرحله شما می توانید یک خط زیبا داشته باشید، که مفردات را من در ویدیوهای قبلی به شما آموزش دادم از 0 تا 100 و دیگر مراحل را هم به ترتیب برای شما در ویدیوهای آینده آموزش خواهم داد. اگر ویدیو برای شما مفید تمام شد، ویدیو را لایک کنید و کانال یا صفحه ما را سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی که به نشر می رسد
در دسترس شما قرار گیرد. خدا نگهدار.